پایه ترکیبی شماره 14، این پایه که در چهارمضراب طرب‌انگیز استاد پرویز مشکاتیان استفاده شده، شامل راست راست چپ راست چپ هست. راست راست چپ که میتونه با دوراب هم شروع بشه. در تارچان ممکنه به سمت بم‌ها که میریم با چپ راحت نباشیم، میتونیم این پایه چهارمضرابی رو از سیم‌های بالا به سیم پایین در نظر بگیریم. مثلا